فیلم 001 فیلم 001 یه فیلم سینمایی ترکیه‌ای که در ژانر اکشن و درام و جنایی ساخته شده. توی محله‌ای که اونا زندگی میکنن یه دختری هست که با فروختن دستمال پول در میاره. مادر دختره در حال مرگه و دختره از رئیس مسافرخونه کمک میخواد، اما اونا کمکش نمیکنن و زندانیش میکنن. دختره هم از اونجا فرار میکنه و پیش ساواش و آزاد و جیات میره توی مسافرخونه و به رئیس مسافرخونه حمله کنن. برشون به خلاف کشیده بشه.